رادیو کتاب در خدمت نویسنده ها، معرفی کتاب، برنامه‌ای برای فر فرهنگ. از زمانی که بشر خط را کشف نمود، انسان وارد مرحله جدید در زندگی خویش گشت. این صنعت الحق و الانصاف برای بشریت خدمات را ارائه نموده که کمتر صنعت دیگر موفق به آن شده است. بانو کریمی آمدن و اینجا منو چیزی را که گفتم به من جالب افتاد. ما اینجا یادداشت گرفتیم و گپش همی بود که پدر ما در افغانستان قتل شد و ما خواستم که را بخشش بکنم و ما در دانشگاه های امریکا به دنبال این میگشتم که چطور طریقه بخشش کردن را یاد بگیرم. بسیار یک گپی مهمی است که یک آدم کنجکاوی میکنه و دنبال حقیقت و دنبال این است که راه اصلاح از چی طریقه میتونه که به دست بیاره. عدالت ترمیمی دقیقاً ناظر بر امور جزایی است. عدالت غیر رسمی یک مقدار ساحه وسیع را در بر میگیره. توجه داشته باشیم که این بحث ها را خلط نکنیم. و سوم هم که عدالت رسمی دولت است که بازم تالیف کتاب به استاد ادیب از صمیم قلب تبریک میگم و واقعا ما چشم برای خواندن کتاب هستم و استفاده از اون. فقط در موردی که روش تحقیق، منابع تحقیق منابع ثانوی بوده یا تحقیق میدانی که برشان فیلد ریسرچ یا لایبرری ریسرچ یا سکندری ریسرچ برش گفته میشه. و دوم مسئله سهم زنان در پروسه های عدالت، البته من ترمیم نمیگم، من غیر رسمی میگم، خاطر یک مفهوم دوباره با انشاءالله بحث میکنم جامع تر است، با وجود که عدالت ترمیم با عدالت غیر رسمی وجود مشترک بسیار زیاد داره بدون شک، ولی هر دو یکی نیستن. یک تعریفی از عدالت ترمیمی را بر ما بگوین خوب است و دیگه ای که اجزای عدالت ترمیمی چی است یا همون پروسس یا فرایند عدالت ترمیمی چی است که پاسخگویی مجرم در عدالت ترمیمی چی است، بخشش و یادگیری بخشش در عدالت ترمیمی چی است. و اگر من خودم از جمله کسایی هستم که انتقاد زیاد درباره عدالت ترمیمی در افغانستان دارم، چون اکثرا زنا قربانی از عدالت‌های ترمیمی قربانی میشه در جریان عدالت ترمیمی. تشکر، سلامت و بخیر باشید. اول خب بسیار یک جای خوشی است و افتخار است که همچون یک برنامه گرفته شده. من در اولی برنامه را هم گفتم این بحث ها همراه جناب محسنی صاحب، جناب وردک صاحب هم پیشتر از اینکه برنامه رسمی شروع شود می مقدمه یاد کردیم که می تبدیل به یک گفتمان شود، این روزنه باز بشه و سبب شود که در جامعه افغانستان راه بیفتد. وقتی که 80% مردم مراجعه میکنن به شوراها و جرگه‌ها و عدالت ترمیمی مجرای حل و فصل قرار میگیره. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. به نام خدای دین، دانش و آگاهی. از زمانی که بشر خط را کشف نمود، انسان وارد مرحله جدید در زندگی خویش گشت و بعد کشف خط منجر به کتابت شد و بعد کاغذ کشف شد تا به زمان گوتنبرگ رسید که ماشین چاپ کشف کرد. این صنعت الحق و الانصاف برای بشریت خدمات را ارائه نموده که کمتر صنعت دیگر موفق به آن شده است. و خوشبختانه در وطن ما افغانستان اگرچه با تأخیر نسبت به کشورهای اروپایی صنعت چاپ وارد شد، اما امروز برای مخاطبان گرامی رادیو کتاب خبری خوشی دارم. جوانی که روبروی شما نشسته است اسمش است ثناءالله ادیب. خودش در مورد از اینکه چقدر درس خوانده و چه مدتی در نوشتن از این کتاب صرف کرده برای شما خواهد گفت، چرا که این برنامه به مناسبت چرایی، چونی و چندی تألیف و نوشتن همی کتاب مستدعا به
عدالت ترمیمی اختصاص یافته. من هیچ معرفی در مورد کتاب نمی کنم به خاطر از نویسنده اینجا تشریف داره. جناب ادیب صاحب، جناب پروفسور صاحب علی وردک، خانم محترمه دکتر سمیه کریمی، جناب عاطف صاحب، جناب حاجی صاحب سیفی، به همه شما عرض خوش آمدید دارم. ادیب صاحب مایک در خدمت شماست، بفرمایید. به نام یاد خدا با عرض سلام و حرمت خدمت شما جناب محسنی صاحب، جناب دکتر صاحب علی وردک، جناب دکتر صاحب سمیه کریمی و محترم عاطف صاحب، همه کسایی که برنامه را بعداً تماشا میکنن و میبینن. در نخست من از جناب محسنی صاحب بابت تدویر برنامه جا داره که تشکری بکنم. خوشحال به این هستم که من خود را در جمع یک هسته فکری میبینم. این بسیار یک برنامه وزین است و من خوشبخت هستم که در برنامه اشتراک کردیم. به این خاطر من برای ازی که جناب محسنی صاحب به عنوان مجری برنامه یادآور شدن که من خود را یک معرفی بکنم. کوتاه و مختصر ثناءالله ادیب هستم، از ورسج تخار. لیسانس خود را از رشته علوم جنایی گرفتیم از کابل و رشته ماستری هم که از حقوق جزا و جرم شناسی به دست آوردیم، مدرک ماستری خود را. ما تحصیل همه قدر بوده در ارگان دولتی، البته بخش وزارت داخله مدت 10 سال از دوران فراغت الا پایان حکومت جمهوریت وظیفه اجرا کردیم، هم در کار جنایی و کار مسلکی و بخش‌های استنتاق جرایم سنگین و هم در بخش استادی در یک نهاد تحصیلی نظامی در کابل. معرفی فکر میکنم کافی باشه برای برنامه. بله کاملا کافی است. شما در مورد کتاب خود گپ بزنین که باز دوستا سوال بکنن انشاءالله. اول خب اینجا بزرگای همچون دکتر صاحب ولی وردک و بانوی محترم در این زمینه کتابی نوشته کردن و تحقیقاتی انجام دادن و پیشتر بانو کریمی آمدن و اینجا ممو چیزی را که گفتم به من جالب افتاد. ما اینجا یادداشت گرفتیم و گپش همی بود که پدر ما در افغانستان قتل شد و من خواستم که را بخشش بکنم و من در دانشگاه های امریکا به دنبالی میگشتم که چطور طریقه بخشش کردن را یاد بگیرم. بسیار یک گپی مهمی است که یک آدم کنجکاوی میکنه و دنبال حقیقت و دنبالی است که راه اصلاح از چی طریقه میتونه که به دست بیاید. با او خاطر ما امروز در مورد معرفی کتاب عدالت ترمیمی در افغانستان، من به عنوان نویسنده کتاب دقایق وقت شما را میگیرم. امیدوار هستم که تا چند دقیقه که من همراهتون هستم حوصله مرا داشته باشین. کتاب در مورد عدالت ترمیمی در افغانستان است. من قبل از اینکه به معرفی کتاب بپردازم، اول 3 تا اصطلاح یا 3 تا عنوانی است که من به عنوان یک پیش زمینه و به عنوان یک مقدمه خدمت دوستان و کسانی که در این برنامه اشتراک کردن ارائه بکنم برای از این که رفع ابهام داشته باشم. ما یکی عدالت ترمیمی داریم، یک اصطلاح است، همون اصطلاحی که در انگلیسی برش میگن restorative justice. 2 عدالتی غیر رسمی داریم. 3 عدالتی رسمی دولتی داریم. بنابراین خوب است که این 3 اصطلاح یا 3 موضوع روشن شود، بعد ما بتانیم اما بحث‌های خود را در این محور ما به پیش ببریم. عدالت ترمیمی دقیقاً ناظر بر امور جزایی است. عدالت ترمیمی توجه داشته باشین دقیقاً ناظر بر امور جزایی است. امور مدنی را توجه نمیتونه داشته باشه و کاربرد در امور مدنی نداره. همین اصطلاح را به مو خاطر انتخاب کردیم و بخش جزایی و جنایی درش کار گرفته شدن. 2 عدالت غیر رسمی. عدالت غیر رسمی یک مقدار ساحه وسیع را در بر میگیره. هم امور جزایی را در نظر میتونه داشته باشه،
هم امور مدنی را میتونه در نظر داشته باشه یا امور حقوقی را. از او خاطر ما توجه داشته باشیم که این بحث ها را خلط نکنیم. و سوم هم که عدالت رسمی دولت است که قانون مشخص ساخته، نهادهایی که از طرف دولت مشخص شده نهادهای دولتی است و امور قضایی است و ارگان قضایی است. با او خاطر دولت قانون داره، دولت مامور مکلف به رسیدگی امور جزایی داره، هم مدنی داره. از طرف دولت جرم پیگیری میشه و تعیین تکلیف میشه و مشخص میشه. انشالله که این مسئله را ما خدمتتان و این موضوع را روشن ساخته باشم که تا ای که براتان و در بحثی که امروز داریم ما و شما بتونیم که این را به شکل درست و در این محور بحث داشته باشیم. کتاب 320 صفحه هست. در اول کتاب سپاسگزاری است که به قلم خودی من نوشته شده. در بخش سپاسگزاری از این کسایی که مرا همکاری کردن، جناب دکتر سید مجیبی رحیمی است، جناب حفیظ منصور اگر شناخت دوستا داشته باشند، نماینده اسبق قبلی پارلمان در افغانستان بودند، و جناب دکتر سید امین احمدی، دکتر سید عارف احمدی، دکتر سید عبدالوهاب کریمی، خانم خود ما جناب قاضی اندرابی که یا در کتاب سهم گرفتن و در تدوین کتاب و بالاخره در مراحل مختلف کتاب به ما همکاری کردن تا اینکه ما بتونم کتاب تا این مرحله برسانم و چاپ شود و مجلس رونمایی گرفته شود و امروز هم مجلس به ارتباط معرفی کتاب باشه. و من از همه از این بزرگوارا یک بار دیگه سپاسگزاری میکنم. سپاسگزاری در اولش از دوم تقریض است. تقریض توسط دکتر سید عارف احمدی نوشته شده. دکتر سید عارف احمدی در کشور استرالیا هستند، استاد حقوق جزا و جرم شناسی. تقریض کتاب را نوشته کرده. حرف نخست کتاب متعلق به خودم است که ما در باب کتاب نوشته کردیم و مواردی که قابل توجه بوده ما در کتاب و در حرف نخست جا یادآور شدیم. کتاب یک مقدمه داره، 5 فصل داره. حالا به معرفی فصلهای کتاب میپردازم. یک فصل اولش مفاهیم و کلیات است. در مبحث اول مفهوم شناسی است. گفتار اول کتاب مفهوم عدالت ترمیمی است. گفتار دوم مفهوم عدالت جزایی است. گفتار سوم مفهوم جرم است. گفتار چهارم اهمیت عدالت ترمیمی است. درست اگر دوستا جایی که براشان مهم باشه و یادداشت میکنن صاحب اختیار هستن، میتونن یادداشت بکنن که ما بتونیم بازی بحثا را پیش ببریم. در مبحث دوم کتاب مبانی است، اهداف است، اصول است و زمینه‌های ظهور عدالت ترمیمی است که چگونه عدالت ترمیمی به وجود آمد، اصلا منطقش چی بود و بنمایه عدالت ترمیمی چی هست. در امی زیرشاخه اهداف و اصول زمینه‌های عدالت ترمیمی موارد مختلفی است که خب مبانی عدالت ترمیمی است، اهداف عدالت ترمیمی است، اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای عدالت ترمیمی است. فصل دوم کتاب پیشینه عدالت ترمیمی، علل رویگردانی از عدالت جزایی و علل رویاوری به عدالت ترمیمی است که چگونه عدالت ترمیمی به وجود آمده و چرا از عدالت جزایی مردم دلسرد شده و ارجاع کردن به عدالت ترمیمی. مبحث اول کتاب پیشینه عدالت ترمیمی در جهان است. در این پیشینه عدالت ترمیمی مشخص شده که عدالت ترمیمی در جهان چگونه بوده و چگونه به وجود آمده، دانشمندان چگونه نظریاتی داشتند بابت عدالت ترمیمی و منطقی معرفی و پیشینه عدالت ترمیمی در چی بوده و همچنان پیشینه جلوه‌های عدالت ترمیمی در آموزه‌های اسلام بوده که ما در دین مقدس اسلام عدالت ترمیمی را به عنوان یک مکانیزم و روش حل قضایای جرمی آیا میتونیم که توجیهی برش داشته باشیم یا خیر. از او خاطر مسئله اصلاح ذات البین، رجوع به قاضی تحکیم، این موارد گنجانیده شده. در مبحث دومش پیشینه عدالت ترمیمی در افغانستان است که عدالت ترمیمی در افغانستان چگونه شکل گرفت، چگونه به وجود آمد
و مردم چگونه ارجاع میکنن به عدالت ترمیمی. همه موارد در پیشینه عدالت ترمیمی توضیحات داده شده. ما کوشش میکنم که زودتر بتانم که همین معرفی کتاب را خدمت دوستا داشته باشم. فصل سوم کتاب که یکی از فصلهای بسیار مهم و به عنوان هسته اصلی و اساسی کتاب به شمار می رود، مصادیق و ویژگی های عدالت ترمیمی در افغانستان است که ما در افغانستان نمونه های از عدالت ترمیمی را در میان اقوام مختلف در افغانستان چگونه به دست میاریم و چگونه میتونیم که از یا یک معرفی داشته باشیم. از او خاطر نمونه های مردمی عدالت ترمیمی در افغانستان است در فصل سوم که ما همی چیزای عنوانایی را که انتخاب کردیم در فصل سوم و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ما هر یکش بخوانم، چون برای ازی که شاید برای دوستا و کسایی که جناب دکتر وردک که در این زمینه تحقیق کردن آشنا باشن. ما در افغانستان یک اصطلاحی که در میان اقوام افغانستان کاربرد داشته میانجیگری بوده. 2 شورای اصلاحی است. 3 جرگه است. 4 اصلاح و آشتی است. 5 اوراست که اورا در میان قوم نورستانی از استفاده میشه. 6 معرکه یا مارکه یا معرکه است. 7 اصطلاح موکیخان است. یعنی منظوری است که هر قومی در افغانستان از خود یک مکانیزم و یک روش خاص خود را داره و از همین طریق قضایای جرمی خود را میتونن که حل و فصل داشته باشن. پناه دادن یا پناهندگی است، پشتونوالی است، کینگاش است، شوراست، آیین مجلس یا سنت عرب هاست. ما قوم عرب داریم، ما قوم ازبک داریم، ما قوم قزلباش داریم، قوم پشه‌ای داریم، قوم گجرات یا گجرها داریم در افغانستان. هر قومی از خود یک روش و یک مکانیزم خاص خود را داره و زیر همو عنوان و اصطلاح از او کار میگیرن و قضایای خود را فیصله میکنن به عنوان محکمه عرفی خود. مرکو یا جرگو امو در میان قوم گجرات افغانستان است. مارکا است. در همین فصل ما تحت عنوان فرقه های دینی و نمونه های گروهی عدالت ترمیمی در افغانستان به 2 بحث پرداختیم. یک، تحت عنوان امین فرقه های دینی، 1 ملاهای محلی، 2 طالبان به عنوان یک جریان، به عنوان یک جنبش و به عنوان یک گروه جایگاهشون در عدالت ترمیمی چیست؟ 2 ملاهای محلی جایگاهشون در عدالت ترمیمی در کجاست؟ اکثریت قضایا در افغانستان اگر یک متنفذ قوم باشه، یک ارباب محل باشه و یک بزرگ منطقه باشه، در رأس او بزرگا یک حتمی یک ملا 2 ملای از منطقه وجود می داشته باشه برای از اینکه قضیه را بتونن به شکل درست فیصله بکنن، چون اکثر مردم ما به دین مقدس اسلام هم احترام دارن، هم اعتقاد دارن و اکثر قضایا از همون طریق فیصله میشه. ما در همین فصل سوم علاوه بر فرقه های دینی قماندانان محلی و قماندانای جهادی را شامل ساختیم که قماندانای جهادی آیا واقعا عدالت ترمیمی را به شکل درست میتونستن پیاده بکنن و او روش و او مکانیزم به شکل درست انجام میدادن یا نه. گفتار سوم در همین فصل زنان و عدالت ترمیمی است. ما شاید اینجا مبالغه نشود، جناب دکتر وردک و دوستایی که در اینجا در بحث هستند بیشتر کار کرده باشند در زمینه عدالت ترمیمی، شاید بیشتر بحث بکنیم در اینجا مشخص شود، ولی من این را برای خود جرأت به خود داده میتونم که اولین کسی باشم در افغانستان که ما جایگاه زنان را در عدالت ترمیمی تثبیت کردیم و ثابت ساختیم و این را تبدیل به مکتوب کردیم و به متن در آوردیم و جایگاهشان را در عدالت ترمیمی ما مشخص ساختیم زیر عنوان زنان و عدالت ترمیمی، که آیا زنان افغانستان در عدالت ترمیمی
جایگاه دارن ندارن. اگرچه که مجلس ها به شکل مستقیم دایر میشه، اما نقش زنان چی است در جامعه افغانستان؟ به این مسائل پرداخته شده. و گفتار چهارم هم جامعه مدنی و عدالت ترمیمی است که به این هم پرداخته شده. البته در آخر هر فصل جناب محسنی صاحب و دوستانی که در اینجا برفای من گوش میتن، در هر فصل ما یک پیش زمینه و مقدمه داشتیم و در آخر هر فصل یک جنبندی از فصل داشتیم که ما در این کتاب آوردیم. فصل چهارم جناب محسنی صاحب و دوستان در بحث مزایا و معایب عدالت رسمی و عدالت ترمیمی در افغانستان است. اصلا همین عدالت ترمیمی در افغانستان، عدالت رسمی در افغانستان چی مزایا و چی معایب داره؟ همه از این موارد به صورت فشرده و به صورت مختصر بسیار روان در کتاب نوشته شده که مزایاش این موارد است و معایبش این موارد است، هم از عدالت ترمیمی هم از عدالت رسمی. این فصل چهارم بود. و فصل پنجم هم که موانع عدالت ترمیمی در افغانستان است که در افغانستان چه موانع های وجود داره وسط راه عدالت ترمیمی قرار گرفته و نمیگذاره که عدالت ترمیمی تبدیل به یک گفتمان شود و در کنار عدالت جزایی رسمی دولتی یک پیوندی به وجود بیاید یا یک نقطه تلفیقی به وجود بیاید که در کنار عدالت رسمی دولتی بتونه برای حل بسیاری از قضایا کمک بکنه و در کاهش جرم نقش بتونه داشته باشه. از او خاطر این موانع ها شامل موانع اجرایی است، موانع اجتماعی و فرهنگی است، موانع قانونی است، موانع حقوقی است و در آخر هم جنبندی است و نتیجه گیری و پیشنهاداتی است که 15 شماره ما پیشنهاداتی داشتیم که این پیشنهادات را اگر دوستا باز نیاز بود و اینجا گفتن و سفارش کردن، من انشالله که برشون به خوانش میگیرم. و در آخر هم فهرست منابع است در این کتاب. منابعی که در این کتاب استفاده شده 100 منابع استفاده شده که از کتاب‌های مختلفی که هم منابع داخلی بوده و هم خارجی بوده ایره ما جمع آوری کردیم و شامل کتاب است. البته در آخر هم که اهدای کتاب است، ما یک متنک بسیار کوتاه نوشتیم، میرم به خوانش بگیرم. اهدای کتاب را به مادرم و تمام مادران افغانستان، زنانی که در دل جنگ و فقر با شکیبایی، مهر و خاموشی چراغ امید و تربیت را با شمع وجودشان روشن نگه داشتند و نسل‌ها را پرورش می‌دهند. یک کتاب سپاس کوچکی است در برابر بزرگی بی‌پایانشان. با احترام، ثناءالله یدید. بسیار عالی، واقعا هم بسیار خوب معرفی کردین، هم تمام نکات خوب بود، مخصوصا نکته آخر که کتاب به مادر و مادران تقدیم کردین که براستی دمی 47 سال جنگ اینا هم بار تربیت جامعه را به دوش کشیدن و هم مظلومیت های زیادی دیدن که انشالله باز در اون مورد اگر خانمایی که در مجلس حاضر است آمدن یک مجلس مخصوص باید بگیریم که بار جنگ چقدر در دوش خانما سنگین بود. گفتار چهارم شما در مورد اهمیت عدالت ترمیمی بود. شما به عنوان نویسنده کتاب چقدر امیدوار هستین که عدالت ترمیمی چند گامی به سوی صلح و آشتی پیش ببره ما را؟ بسیار خوب. در مورد اهمیت این کتاب و عدالت ترمیمی در افغانستان، چون توجه کتاب برای افغانستان است، خوب است که ما در این محور بحث داشته باشیم. بسیار خوب است. فکر میکنم که اهمیت بسیار مهم و اساسی در نظام جزایی افغانستان میتونه داشته باشه. برای ازی که تا آنجایی که ما تحقیق کردیم و در امو برنامه‌ای که رونمایی کتاب قبلا گرفته شد تاریخ 5 فبروری، اونجا یک مقدار بنا بر پالیسی بنیاد مولانا نتونستیم که می بحث را انکشاف بودیم و پالیسی همی بود که بس از همی محور عدالت ترمیمی بیرون نشوه و در اونجا دمی
محور بتانیم بحث را پیش ببریم. 80% مردم افغانستان، آنچه که ما تحقیق کردیم، جناب دکتر سپردکن هستند، نجات دیدگاه خود را شریک می سازند، قضایای خود را از طریق جرگاه ها و شوراهای محلی مراجعه میکنن و فیصله میکنن و به پیش میبرن. از این لحاظ وقتی که در افغانستان رژیم های مختلفی آمدن و از هم پاشیده شدن و رفتن، دوباره جاگزین آمدن، اینها سبب شد در کل که یک نظامی در کل ثابت و قانونمندی در افغانستان وجود نداشته باشه. به او اساس مردم تمام قضایای خود را مراجعه میکردند به می عدالت ترمیمی و از طریق می عدالت ترمیمی مشکل خود را فیصله میکردند و حل و فصل میکردند. به این اساس در جامعه افغانستان بسیار نقش کلیدی داره و حتی میتونیم بگوییم که در سیاست جنایی افغانستان نقش ارزنده‌ای داره. ما حرفم هم در مو مجلس همی بود که نهادهای قضایی، اساتید دانشگاه، پژوهشگرا بشینن روی مورد بحث بکنن. وقتی که 80% قضایا از طریق جرگاه ها و عدالت ترمیمی به پیش می روه، اینجا جایی برای بخل نیست، جایی برای کینه گرفتن نیست. این به عنوان یک فرایند و به عنوان یک جریان که مردم مراجعه میکنن و نقش کلیدی داره و اهمیت بسیار مهم در کاهش جرم داره، پس ما باید به این توجه داشته باشیم و جایگاه قانونی برش تعریف بکنیم. با او خاطر فکر میکنم که عدالت ترمیمی از نظر ما پدری عدالت جزایی است و ما پدر را بیشتر باید احترام داشته باشیم و اهمیتش را بیشتر مورد توجهمون باشه و قرار بگیره. خوب است. بسیار خوب. پروفسور صاحب، شما سوال دارین یا من سوال کنم؟ ما بالا سوال ندارم ولی یک دو کامنت دارم، ملاحظه دارم. البته ملاحظه است که من میخوایم بیشتر درباره کتاب بفهم، لکن قبل از او بازم تالیف کتاب به استاد ادیب از صمیم قلب تبریک میگم و واقعا من چشم برای خواندن کتاب هستم و استفاده از اون. فقط در موردی که روش تحقیق، منابع تحقیق منابع ثانوی بوده یا تحقیق میدانی که برشان فیلد ریسرچ یا لایبرری ریسرچ یا سکندری ریسرچ برش گفته میشه. و دوم مسئله سهم زنان در پروسه های عدالت. البته من ترمیمی نمیگم، من غیر رسمی میگم، بخاطر یک ترمیم یک مفهوم دوباره با انشاءالله بحث میکنیم جامع تر است، با وجود که عدالت ترمیمی با عدالت غیر رسمی وجوه مشترک بسیار زیاد داره بدون شک، ولی هر دو یکی نیستن. وقتی که ما در افغانستان در 2006 و 7 برای UNDP تحقیق میدانی انجام دادم در تقریبا 22 ولایت افغانستان، رول خانم‌ها بسیار کم رنگ بود. حتی در اکثر جا هیچ خانم‌ها در پروسه های عدالت غیر رسمی حضور نداشتن. باز چیزی که بسیار جالب بود، من این تحقیق را در بعضی کشورهای شرق میانه هم انجام دادم. در اونجا عین مشکل بود. وقتی که ادبیات مربوط به عدالت ترمیمی در افریقا، امی کشورها را اگه نام بگیرین؟ کشورها را در فلسطین، در اردن، در عربستان سعودی و در بنگلادش و در همه 3-4 کشور ما خودم رفتم و معلومات را جمع کردم، تحلیل کردم. اگر میخواین بازم نشراتی که نتایج ما که نشر شده باعث مقالای جورنال پیپر که برشان گفته میشه، اونم با شما شریک کردم. میتونم خانوما تقریبا در اکثر پروسه وجود نداشتن، یا اگر حضور داشتن حضورشان غیر مستقیم بوده، از طریق محرم بوده یا از طریق نمایندهشان بوده. فقط همین دو معلومات می‌خواستم و در غیر از اون ما واقعا که چشم برای مطالعه کتاب و استفاده از آن هستم. بسیار خوب صاحب. دکتر صاحب سمیه، شما سوال دارین، بفرمایید. یک تعریفی از عدالت ترمیمی را بر ما بگوین خوب است و دیگه ای که اجزای عدالت ترمیمی چی است یا همون پروسس یا فرایند عدالت ترمیمی چی است که کسایی که میشنوه از کتاب دان یک چی داشتن باشه بدون از اینکه بخونه
بتانه یک درک کنه که شما عدالت ترمیمی رو چه رقم چی میکنین، تعریف میکنین و اجزایش چه رقم است، یا فرایند یا پروسس. فرایند که پروسس، فرایند ترجمه کردم که فرایند مرحله اول چی کار میشه، دوم چی کار میشه، سوم چی کار میشه و چه رقم به نتیجه میگیره، نتیجه گیری میرسیم. و یا ای که دیگه یک چیز دیگه که مهم است، پاسخگویی مجرم در عدالت ترمیمی چی است؟ بخشش و یادگیری بخشش در عدالت ترمیمی چی است؟ و اگر من خودم از جمله کسایی هستم که انتقاد زیاد درباره عدالت ترمیمی در افغانستان دارم، چون اکثرا زنا قربانی از عدالت های ترمیمی قربانی میشه در جریان عدالت ترمیمی. و چرا این صورت میگیره؟ بخشش چی است؟ پاسخگویی مجرم چی است؟ و چه رقم در افغانستان اصلا چی میشه؟ به خاطر که چندین وقتی که ما اونجا زندگی میکردم، چند امرای دفاتر ملل متحد زیاد کار میکردم، میدیدم که چه رقم دمی جریان از او جرگه ها و حل و فصل های یک جرم یا مجرم زنها چه رقم قربانی میشه. این همی چیزا را من میخواستم که زیادتر دربارش صحبت کنیم. بسیار خوب صاحب. ادیب صاحب مایک در خدمت شماست. تشکر، سلامت و بخیر باشید. اول خب بسیار یک جای خوشی است و افتخار است که همچون یک برنامه گرفته شده. من در اولی برنامه هم گفتم این بحث ها همراه جناب محسنی صاحب، جناب وردک صاحب هم پیشتر از اینکه برنامه رسمی شروع شود همین مقدمه یاد کردیم که همین تبدیل به یک گفتمان شود، این روزنه باز بشه و سبب شود که در جامعه افغانستان را بیفته. وقتی که 80% مردم مراجعه میکنند به شوراها و جرگه‌ها و عدالت ترمیمی مجرای حل و فصل قرار میگیره، مثل جامعه ایران واری، مثل دیگه کشورها، مثل افریقای جنوبی، مثل تونس، مثل امریکای شمالی، کشورهای مختلفی مثل استرالیا که روش‌های به کارگیری عدالت ترمیمی مخصوص خود را دارند کار میگیرند. خوب است که برنامه روی دست گرفته شود و پیش بره، بسیار خوشحال میشیم. و تنها به یک جلسه ما نباید اتکا داشته باشیم، یک مقدار در مجلس آینده یا جلسه آینده خانم کریمی وصل شوند، دیدگاه خود را شریک بسازند، جناب وردک صاحب شریک بسازند، آهسته آهسته همین تیم را ما وسعت ببخشیم تا اینکه دیگرها بدانن و بفهمن و به این تیم بپیوندن و همین آهسته آهسته ما روی از این موضوعات بحث بکنیم. بسیار خوب میشه. در موردی که دکتر صاحب وردک جایات کردن، گفتن که تحقیق میدانی بوده یا کتابخانه‌ای، جناب دکتر صاحب وردک کتاب در دو بخش تحقیق صورت گرفته، هم تحقیق کتابخانه‌ای بوده هم میدانی بوده. تحقیق کتابخانه‌ایش که هم مراجعه کردیم به کتابخانه‌های داخل افغانستان و حتی ما اگر خبر شدم که یک پایان نامه یا یک رساله ماستری یا در یکی از ولایت‌های افغانستان اوجا بوده، ما مراجعه کردیم در اوجا، دنبالش بودیم که او را پیدا بکنیم و از او استفاده بکنیم و ببینیم که در او چی نوشته بوده. این روشی بوده که ما از تحقیقات کتابخانه‌ای استفاده کردیم و در عین حال تحقیقات میدانی ما قسمی بوده که ما از بزرگا و متنفذین قوم و کسایی که در شوراها و جرگه‌ها اشتراک میکردن، قضایا را خودشون فیصله میکردن و چشم دیدشون بودن، ما از وا زنگ زدیم و تماس گرفتیم و از هر بزرگی، از قومی گجور اگر بوده، از قومی پشه‌ای اگر بوده، از قومی نورستانی اگر بوده یا گجوراتی یا گجور بوده، ما از این بزرگا پرسان کردیم و در زمینه‌های مختلف که اگر جرم قتل صورت میگیره، در قتل چی روشی در قومی گجوری افغانستان است. پشتونا یک روش و مکانیزم خاص خود را داره، تاجیکا دیگه رقم برخورد میکنن با یک قضیه قتل، اما مردم گجور یا قوم گجور در افغانستان با قتل چگونه برخورد میکنن؟ روشش چیست؟ چگونه؟
یا جرم تجاوز جنسی که صورت میگیره، با این جرم چگونه برخورد صورت میگیره، همه موارد روش صورت گرفته و تحقیق به همین شکل میدانی بوده و یادداشته ها و نقل و قوله هایی که از این بزرگا بوده داخل کتاب است. ما به حفظ و امانتداری همه یادداشته را گرفتیم، تماس گرفتیم و از تماس حتی در کابل که بودیم مراجعه کردیم امو بزرگا و کسایی که در جرگه اشتراک میکردن و یادداشتاش را گرفتیم. درج کتاب است که نقل قولشان مشخص در کتاب آمده، انشاءالله در دسترس قرار بگیره و حل و فصل شود. سوال و چیزی که از شما مطرح شده است. زنان را گفتین در فلسطین جای دیگه. بله، در افغانستان ما تا جایی که تحقیق کردیم، البته زنها در یک ولسوالی که اینجا ما یادداشت گرفتیم، همین بیشتر من دیدم، تاشقرغان زنانشان زنان گیس سفید یا خادم برش میگن. این خانما در جرگاه ها شبیه مردا و بزرگا و متنفذ قوم اشتراک میکنن. مثلا یک میز گذاشته میشه، یا زیر درخت است، یا داخل یک میمانخانه است، یا مسجد است. دو تا خانم بزرگسال به عنوان خانم خادم اشتراک میکنه، دو تا مرد از طرف دیگه اشتراک میکنه، یا مقتول است یا متضرر است قربانی. این دو تا میشنن با همدیگر گفتگو میکنن. یکی طرفی متضرر است، یکی طرفی مثلا مقتول یا قاتل است. این دو تا با همدیگر میشنن صحبت میکنن. البته این شکلی مستقیمش است که ما دیدیم و تحقیق کردیم و این را شامل کتاب ساختیم و این قضیه را فیصله میکنن و رسمشان هم همی است که در یک ترمز چای میارن و یک بشقابی هم یک نقل و نختی میارن و او را میگذارن در جایی که است، یا زیر درخت است، یا میمانخانه است، یا مسجد است. بعد شروع میکنن به گفتگو، بعد دیدگاه های خود را شریک میسازن و جرم از این طریق فیصله میکنن. و در بسیاری از جاهای دیگه که جناب دکتر سیبردک گفتین شما هم غیر مستقیم نقش دارن. مثلا در یک جرم است، یک قتل صورت گرفته در یک خانواده. خانم خانواده یا خانم گیسفید یا با تجربه نقش بسیار اساسی و کلیدی غیر مستقیم داره. در جرگه اشتراک نمیکنه، اما مشورش یک مشوره ای است که هم میتونه سبب تشدید اینمی قضیه شوه که شامل کتاب است، هم در عین حال میتونه که سبب فروگذاشت اینمی قضیه شوه که این قضیه مثلا جنبه جرمی پیدا نکنه، بالاخره بزرگاشان اشتراک بکنن، مشوره‌های خود را میتونن شریکشان بسازن به مردای خانواده و از این طریق فیصله بکنن که را شامل کتاب ساخت. بانو کریمی در اینجا فرایند گفتن یک فرایندی که برش رسیدگی میشه و همون قسمی که ما در قسمت خانوما گفتم فرایندش در میان اقوام مختلف در افغانستان چی است؟ فرق میکنه. مثلا در قوم بلوچ افغانستان و رسمی متفاوت دارن. رسمشون اینمی است که وقتی که یک قضیه جرمی صورت میگیره، اول دو تا بزرگ محل یک جای شده، یک گوسفند، یک گاو گرفته، ایره میبرن به خانواده‌ای که قربانی است. در اونجا میرون، زانو میزنن و به رسم احترام، به این معنی که ما بله اشتباه کردیم، مرتکب جرم شدیم، اما آمدیم سر تعظیم به شما پیش میکنیم برای از اینکه قضیه را فیصله شود. بعد اولی گپ و جریان ابتداش از همینجا شروع میشه. بعد طرف میشنن در خانه مو قربانی، بالاخره صحبت به این میرسه که ما باید یا برای صبحش یا فرداش یک مجلس کلانتر داشته باشیم و این مجلس شکلی رسمی در محکمه عرفی پیدا بکنه. بعد میرون یا در یک میمانخانه یا در یک مسجدی. البته این مسجد یا میمانخانه در میان اقوام مختلف افغانستان است دیگه، ما نمیتونیم که
نادیده بگیریم. منتها روششان و طرز رفتارشان فرق میکنه. در قوم تاجیک یک ملا پیش میشه، در قوم ازبک یک ارباب پیش میشه برای از اینکه به این جرم نقطه پایان بگذاره، و در قوم پشتون هم که یک رهبر جرگه و اعضای جرگه میتونه مراجعه بکنه و پیشای قضیه را فیصله بکنه. فرایند رسیدگی برای قضایا اینمی شکل صورت میگیره. رسیدگی که برای قضایا صورت میگیره از ابتدا شروع میشه که چگونه یا گفتگو بکنن و این گفتگو منجر به این شود که قضیه چگونه فیصله شود و او راهها و روشها و مکانیزم های خاص خودش داره که بعد در میان قوم پشتون مثلا تحت عنوان پشتونوالی چند تا شاخصه وجود داره. یکی مثلا مسئله بد دادن دختر است، یکی مسئله سنگ ماندن است که او سنگ ماندن به این مفهوم است که شما را در یک حصار محدود می سازه به عنوان یک جزا. یعنی میگه مثلا شما از محوطه اینمی منطقه بیرون شده نمیتونین تا 6 ماه، 1 سال، مثلا 2 سال شما باید در اینمی منطقه باشین تا اینکه قربانی یا طرف احساس بکنه که به می عمل خود پی برده و اشتباه کرده. و پاسخگویی مجرم چی است؟ پاسخگویی مجرم اینمی است که در مجلس اشتراک میکنه و اعتراف میکنه که گردنش را پد و سر تعظیم پیش میاره و اعتراف میکنه که بله من مرتکب جرم شدم. تفاوتش با رویکرد جزایی و عدالت رسمی اینمی نقطه است که در عدالت جزایی مجرم با وجودی که سرش فشار است اعتراف نمیکنه، میگه من یه عمل انجام ندادم، ولی دولت ایره میبره با وجودی که جزا برش میده، استنطاق صورت میگیره، 4-5 روز زیر نظارت میباشه. حتی قضایی است که تا 5 و 6 ماه از مجرم داخل زندان است و اعتراف صورت نمیگیره. اما در عدالت ترمیمی شخص مجرم حاضر برای پاسخگویی و اعتراف برای جرمش میکنه که بله من مرتکب اینمی جرم شدم، حال من حاضر هستم و نادم هستم که من از این کرده خود پشیمان هستم و در حضور شما هر نوع جزایی که میمونین برای ما آمده هستم که او جزاش هم جبران خساره است و به همین شکل پیش میره. قصه زنا را اگر اجازه بتین ادیب صاحب، چون 48 دقیقه شده، باز در قسمت دوم از قصه زنا شما شروع کنین. هیچ مشکلی نداره. با اجازه همه بزرگواران، با تشکر از تشریف آوری تک تک شما بزرگوارا که در قصه شیرین و حکایت شیرین تألیف عدالت ترمیمی اشتراک کردین. انشالله که این بازسازی ها میتونه جای کینه ها و کدورت های جنگ بگیره و این گفتمان امو رقمی که ادیب صاحب گفتن، خدا کنه سایر دوستام علاقه داشته باشم میتونه از رادیو کتاب ادامه بیابه. من با مثال کتاب دکتر صاحب سمیه کریمی هم تقریبا مرتبط با یک چنین چیزی است که آمده و بزرگوارانه از خون مقدس شهیدی که من خودم رو میشناختم، از پیشتازای جنبش روشنگری افغانستان بود، قید و بند قومی مذهبی اینا نداشت، به انسانیت، به آزادی و به حریت انسان میاندیشید و بسیار مظلومانه هم شهید شد. ایشان تمرین کرده که او خون مقدس ببخشه. پس یقینا این مجالس سود داره و مبرمترین نیاز جامعه امروز افغانستان است. همچنین تشکر میکنم از ثناءالله خان ادیب. من قلم ایشان بر روانیشان از با خواندن مجله ورسج شهادت میتونم و تشکر میکنم از بیننده های گرامی که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین. فصل دیگر و شگفت‌انگیزی در رادیو کتاب گشوده شد که انشالله ما را ادامه میتیم. شما هم لطف کنین با ما اشتراک کنین، کتابایتان معرفی کنین از طریق رادیو کتاب. دانشمندا، علما، متعلمین و محصلین لایق هم میتونین از این کانال معرفی کنین تا بیشتر با هم پیوند بخوریم و گسست‌های اجتماعی را ترمیم کنیم. رادیو کتاب
نیاز نسل امروز و فردا.